با درود به بینندگان عزیز رادیو زودی، عید قربان را برایتان تهنیت میگویم و توضیحات تاجیکستان و جهان را در این روز تقدیم شما میکنم. 20 ایول این موضوع را داریم. آفت طبیعی در عرفه عید قربان در ولایت سوخت حیات دست کم 12 نفر را از بین برد، در میانشان کودکان نیز هستند. اوسیو بوناوباد رئیس ولایت ختلون میگوید زمان افغانها تاجیکان را سرپناه دادند و حالا فرصت است که باید دستی آنها را گرفت. اون رو باید در روزهای وزین همسایه را میگه خدا میکرد و انتخاب نمیکنه. و رئیس شهر اصفهان امیدوار است که مقامات قرقیزستان در نسبت توجیک محکوم شده در این کشور از رحم و شفقت کار میگیرند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان امور تازه قربانیان در شمال کشور را اعلان کرد که بر اثر سیل و آبخوزی دیروزه به هلاکت رسیدند. به همین ترتیب تا نصف روزی امروز سیل در شهر پنجکین باعث به مرگ 12 کس شده است. جستجوی 2 جسد ادامه دارد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. درود بر شما و تحولات این حادثه چی است؟ بله شهلا، این فاجعه دیروز در ساعت 4:30 رخ داد و حالا در جای به قول یعنی رئیس جماعت یاری پنجکین در جای حادثه نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده همراه کارمندان امور داخله جسد 2 نفر را با چرخبال جستجو دارند. تور فریدون علیموف رئیس جماعت یاری به رادیو آزادی گفت این فوتیده از کودک 4 ساله تا زن 72 ساله بودند که در وقت نگاهبین چارباد در چراگاه تابستانه در دامنه کو دچار سیل شده فوتیدند. اشرف استمزاده مسئول اداره محیط زیست شهر پنجکین هم گفت که این سیلخیزی به طبیعت ناحیه ضرر جدی رسانید و حالا از طرف مسئولان مقامات سنجیده شده ایستاده است. نتیجه ضرر وارده اعلان کرده می شود. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده در صحبت با رادیو آزادی در رابطه به همین سیلخیزی معلومات داد. نتیجه آمدن سیل 4 کیلومتر راه موشینگار، 2 پول، خط برق و از آن جمله با خانه‌های 8 بنای استقامتی و قطعه‌های نزد حولگی قسماً آنها از لایه‌ها پر گشتند و ضرر دیدند. و از آن جمله باید قید نمود که در دهه‌های پاستیگال، حبیشار، تیت، روگیف و ریومود که جماعت دهات ایوان تاجیک ناحیه مشوی کوهی هم نیست سیل به قید گرفته شده. نظر امیده یوسفی را شنیدیم و در ناحیه‌های دیگری نزدیک به پنجکین شمال کشور وضع چگونه است اطلاع دارید؟ ببینید روز 19 ایول ناحیه‌های کوهستان مسجد، دیوشتیج و عینی هم شاهد بارانگری‌های شدید و آمدن سیل بودند که به گفته مقامات خسارات مالی در پی داشته است. طبق اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده فعلا کمیسیون ویژه به تحقیق خسارات وارد شده از این آفت‌های طبیعی آغاز کرده است. و در همین حال ساکنان چند دهه در ناحیه‌های عینی هم گفتند که روز گذشته سیل و بارانگری به منزل‌های آنها نیز ضرر رسانده است. از جمله سیل در دهه وشن ناحیه عینی ده‌ها چاروای مردم و نقلیات را برده است. در نواره که ساکنان به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که سیل راه و پلی بین دهه را خراب کرده است. طبق معلومات پیشکی در نتیجه سیل 4 کیلومتر راه ماشینگر، 2 پل، خط برق ویران شده است. تخانه‌های 8 بنای استقامتی و قطعه‌های نزد حولگی قسماً از لایه‌ها پر گردیده است. تلفات نیست افزود سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و یک ساکن دهه پیت ناحیه کوهستان مسجد به رادیو آزادی گفت شب گذشته در همین دهه هم سیل آمده است. امسال تاجیکستان شاهد سیل و بارانگری‌های زیاد شد که به گفته مقامات اقتصاد کشور میلیون‌ها سومانی ضرر دیده است. از جمله آفت طبیعی روز 11 می با 15 شهر و ناحیه‌های کشور ضرر رسان و در ناحیه تاجیک‌آباد جان 5 نفر با شمول 4 خواننده مکتب را گرفته مجموعاً باعث به مرگ 9 نفر شد. تشکر برای تفصیلات و بینندگان عزیز ما این موضوع رو زیر نظر داریم. در صورت به دست آمدن معلومات نو برایتان خواهیم گفت. در مسجدهای تاجیکستان امسال باری اول در شرایط پاندمی نماز عید قربان برگزار شد. اما طبق مشاهده‌های خبرنگاران رادیو آزادی امروز مسجد مرکزی دوشنبه مانند سالهای پیش سیر و دم نبود. قبل از عید شورای علمای تاجیکستان به خاطر پیشگیری از خروج کرونا ویروس از نمازگزاران خواست که طلبات بهداشتی را رعایت کنند. یک طلب دیگر این بود والدین از عیدگردک یا خانه به خانه گشتن نورسان جلوگیری نمایند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله در این باره گزارش می‌دهند.
صرف نظر از دعوت شورای علما برای خودداری از عید گردک، صبح امروز کوچه های دوشنبه پر از کودکان و نورسان بود. آنها از صبح بر وقت با صدای عید مبارک با منزل همسایه ها می رفتند و سوغاتی می گرفتند. شورای علما 2 روز پیش از عید قربان از ساکنان دعوت کرده بود که به عید گردک نروند چون شرایط سازگار نیست. خدای نکرده نشود که سبب انتقال این بیماری از خانه به خانه، از دری به در دیگری نشوند. اما دعوت شورای علما برای خودداری از رفتن به مهمانی از سوی برخی ها تنقید شد. برخی گفتند نباید کودکان را از خرسندیشان محروم کرد. چندین کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند عید گردک میراث قدیمی تاجیکان است و بگذار برگزار شود. عید گردک باشد یا نباشد، ولی کرونا ویروس روی عید قربان در تاجیکستان تأثیر خود را گذاشته است. آرزوی ساکنان هم خلاص شدن از این بیماری است که حالا تقریبا همه روزه جان چندین نفر را میگیرد. ما آرزو داریم که به نقاب و به همین عمده در مسجد نماز بخونیم. گزارش را از دوشنبه تماشا کردید. در عین زمان کاربران ما در روسیه و گوشه های دیگر جهان نیز هستند که برایمان از لحظه های تجلیل عید قربان نوار فرستادند. عبدالله اشورов این نوارها را در گزارش خلاصه گیری کرد. یک گردک میگه در تاجیکستان مردم گردک شده. این یکی از کوچه های شهری نوسیبیرسک روسیه است که بیشترین ساکنانش تاجیکانند. زنان و کودکان تاجیک مثل تاجیکستان عید قربان را جشن گرفتند، در خانه یکدیگر مهمان شدند. در شهر مسکو پایتخت روسیه که شماره مهاجران تاجیک آنجا زیاد است، بنابر خوف پاندمی امسال نماز عید به شکل آنلاینی برگزار شد و نمازگزاران در مسجدها حضور نداشتند. اما در دیگر شهرهای روسیه نماز عید به شکل عنعنوی با حضور هزاران نفر برگزار شد. کاربران رادیوی آزادی از نمازهای عیدانه دست جمعی در مسجدهای جامعه شهرهای یکاترینبورگ، نوسیبیرسک، قزان نوار فرستادند. مهاجران تاجیک نماز عیدانه را در کره جنوبی هم برگزار کردند، زیرا سالهای اخیر یک قسمی از تاجیک تباران با شناسنامه روسی به کره جنوبی برای کار می روند و شماره آنها بیشتر می شود. اما نه همه مهاجران در روسیه امروز توانستند عید قربان را با حال و هوای عیدانه تجلیل کنند، از جمله مهاجران کاری تاجیک در شهر تیومن. گروهی از مهاجران تاجیک این روز را پشت درهای اداره مهاجرت ولایت تیومن برای گرفتن پتنت سپری کردند. با سپاس از عبدالله و شما بینندگان عزیز که پیوسته با ما همکاری میکنید و برایمان عکس و نوار میفرستید. هفته های اخیر با پیشرفت طالبان در افغانستان بیش از 1000 ساکن این کشور به تاجیکستان فرار کرده بودند. در این بین اکثر آنها به وطن برگشتند، ولی رئیس ولایت ختلان میگوید به هر حال در این استان به قبول پناهندگان آماده میشوند. جزئیات را محمود جان رحمتزاده در دست دارد. واقعه‌های اخیری به تاجیکستان، فرار کردن حربیان و شهروندان افغانستان، مقامات تاجیکستان را وادار کرد که در منطقه نزدیک به مرز در ولایت ختلان باشیشگاهی مخصوص برای پناهندگان را بنیاد کنند. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده گفت حالا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با همدستی سازمان‌های بین‌المللی به ساختمان این پناهگاه مشغولند و قبول پناهندگان را قرض انسانی نامید و یادآور شد که مردم افغانستان نیز به شهروندان تاجیکستان پناهگاه داده بود. باید یک چیز رو فراموش نکنیم که سالهای اول جنگ شهروندی چقدر مردم افغانستان، مردم جمهوری ما هم قبول کرده بودن. ما چند ماه ها نگاه می‌کردن. آن را باید در روزهای وزین همسایه را میگه خدا می‌کرد و انتخاب نمی‌کنیم. با گفته رئیس ختلان این باشیشگاه در ناحیه جیهون ساخته می‌شود و از این بیشتر جزئیات نداد، ولی افزود صدها شهروند افغانستان از جمله حربیان آن که اخیراً به تاجیکستان گذشتند در پایگاه مومیرک جای داده شدند. مومیرک در گذشته تمرینگاه نیروهای پایگاه 201 روسیه بود. و عموما تمام اونها در منطقه مومیرک شریک‌الله مومین‌آباد در اونجا متمرکزانیده با خیمه‌ها جایگیری با خوراک گرم رئیس شریک‌الله قریب که هر روز با تشکیلات بین‌المللی به خود مقامات اجرایی حکومتی دولتی شریک‌الله با خوراک گرم تامین کردند. رئیس ولایت ختلان گفت تا این زمان که همه آنهایی که به تاجیکستان گذشته بودند به واسطه هواپیماها از فرودگاه کلو به کابل رسانده شدند. با اشغال شدن مناطق مرز افغانستان از طرف طالبان در اول ماه ایول زیاده از 1500 شهروند افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند.
حالا بخش عمده مرز تاجیکستان و افغانستان که زیاده از 1400 کیلومتر است زیر نظارت طالبان می باشد. محمود جان رحمتزاده، آزادی کلاه. دیروز رئیس شهر اسفره درباره سرنوشت یک شهروند تاجیکستان صحبت کرد که بعد نیزوی مرزی با جمهوری قرقیزستان در این کشور بازداشت شد و دادگاه او را به عبور غیرقانونی مرز مجرم شناخت. ولی مقامدار تاجیک ضمن نشست خبری اظهار امیدواری نمود که بهبود روابط میان دو همسایه کشور به تقدیر این ساکن شهر اسفره نیز تاثیر میرساند. ادامه در گزارش فرزان محمدی. پس از مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در آخر ماه اپریل، روز 1 می یک ساکن شهر اسفره از جانب قرقیزستان با گمان عبور غیرقانونی سرحد بازداشت شده در بازداشتگاه کشور همسایه به سر میبرد. بهاءالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفره در نشست خبریش گفت که نفری بازداشت شده ساکن 50 ساله جماعت چیلگزی سید مراد ایشانوف است. ساکن جماعت چیلگزی در جمهوری قرقیزستان قرار دارد. رسای نزدیک قراری جمهوری قرقیزستان قراری سود نسبتی این شهروند چی میشد به توصیه میرسد و ما فکر میکنم که به ما گفته شنید کرده ایستادیم این شهروندان نیست که آزاد کنیم. خیلی شهروند خودش به یک عنوان غیر قانونی سرحد عبور کنید. روز 19 ایول وقتی به حوالی سید مراد ایشانوف رفتیم، پیوندانش در این باره نخواستند ویدیویی صحبت کنند، ولی در صحبتی حضوری گفتند که اولی همین ماه نسبت او حکم دادگاه برآورده شد، اما نسخه حکم به پیوندانش داده نشده است. سید مراد ایشانوف در صحبت تلفنی به نزدیکانش گفته است که باید یا 55,000 سامانی جریمه سپارد یا 1 سال زندانی شود. نزدیکانش میگویند او با مردکاری روز میگذراند و توان سپاریدن چنین مبلغ را ندارد و بنابراین مجبور است تا ادای حکمش آنجا نشیند. ولی در همین حال از اداره جماعت چیلگزی برای آزادی گفتند که با مقامات محلی ولایت بادکند در تماس هستند و با اعلان شدن عفو قرار است او را به زادگاهش برمیگردانند. سید مراد ایشانوف روز 1 می همین سال در نزدیکی محله دوستی دهه باغستان شهر اسفره که با دهه روات جماعت قراباغ ولایت بادکند همسرحد است بازداشت گردیده است. قبلا قابل جان عظیموف برادر سید مراد ایشانوف در صحبت به از پلیس گفته بود که از دهه چیلگزی به دهه مرزی باغستان به دیدن کودک نوزادش رفت، اما شهروندان ملکی قرقیز او را بازداشت کرده به پلیس این کشور سپردند. نظر رسمی جانب قرقیزستان به این قضیه معلوم نیست. بازداشت ساکن جماعت دهات چیلگزی از سوی مقامات پلیس کشور همسایه در حالی است که تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به آغاز جنگ 28-29 اپریل گناهکار میکنند. بنا به اطلاع مقامات تاجیکستان در این مناقشه 19 نفر کشته و 87 کسی دیگر زخمی شدند. قرقیزستان از کشته شدن 36 نفر و زخمی شدن 182 نفر در این درگیری ها خبر میدهد. درازی مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970-980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتر معین و نشانه گذاری شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. و کمیته تفتیشاتی روسیه پس از مرگ دختر 15 ساله ازبکستانی و جوان 20 ساله تاجیکستانی در ولایت لنینگراد روسیه پرونده جنایی گشود. جسد این دو نفر را ساکنان محلی روز 11 ایول امسال در درخت آویخته در جنگل پیدا کردند. دختر آویخته شاهزاده شوکیرова ساکن 15 ساله شهر توشکند ازبکستان و جوان آویخته جهان 20 ساله از نویه ترسونزاده تاجیکستان بود. کمیته تفتیشاتی روسیه در پی این قضیه با مدعی رسانیدن به مرگ از روی بی‌احتیاطی نسبت به 2 نفر پرونده باز کرده. از نزدیکان جهان میگویند بین وی و شاهزاده مناسبت‌های محرمانه وجود داشت. بینندگان عزیز، با تمنای تنصیحاتی و خانوادگی شما برنامه امروز را به پایان میبرم. اخبار از این بیشتر و چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. نوارها در آزادی ویدیو گذاشته می شود. تا دیدار فردا بینندگان عزیز خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.